دهه دوم رمضان دهه مغفرت. از خداوند امید داریم که پروردگار گناههای ما و شما را بخشد. و این ماهی هست که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن این ماهی مواسات است و ماهی احسان است. احسان و مواسات دو دروازه وسیع بود است که هر انسان اگر این کار کنه پروردگار بزرگ روزش قبول میکرده است. مواسات جوانمردی، احسان روزدارا را افطار دادن. این ماه جوانمردی بوده است. در این ماه یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. ای جوینده های کار خیر و ثواب، فقط آرزو میکرده که خیر شوه و ثواب شوه و برنامه شوه، کیف وقتش فرا میرسیدش باشم. هر بگه ملائکه ها در کوچه ها، در آستان ها، در تمام جای مسلمان نشین صدا بلند میکردین که یا باغی الخیر اقبل، ای جوینده های خیر احسانی نه اومده قبولش کنی اکر. یا باغی الشر اقصر، اون کسایی میگفته که چخه توبه کنیم، چخه از راهی بد گردیم، چخه کنیم در راه برویم، چکار کنیم. این وقتش آمد اکنون آخی بس کنه گناه ها را، بس کنه کاری به معنی را. این آمد، این قرآن، این دعوت، این مسجد، شب و روز بداری. پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که رمضان میشد رو به روی ازواج مطهرات زنهای پاک دامنشان می آمدن، بند ازارشان سخت می بستن. یعنی چی می گفتن؟ مقصد من از شما دورم دیگه، این ماهی هست که باید من خدا قدیشین مکر. برای انامین ای جوینده های کار خیر، این آمد 11 ماه زن و کودک و خانه و در و این و آن گفته اکی یک ماه را بیای به خاطر خدا سپاری آخی. این 10 روزش تمام شد، این 10 روزی بین ما. ای جوینده های کار خیر بیاین، ای جوان مردم بیاین، ای کسایی که یک مداد 1000 میگرفته بیاین، ای کسایی که جوان مردی را دوست می داشته بیاین. تمام صحابه پیغمبر